میبینید چقدر تمیز و خوبه. خب حالا برای اینکه بخواین لاک ژل قبل از اینکه بزنید، الان دیگه زمانی که میتونین قد ناخنتون رو کوتاه کنین. قد دلخواهتون هرچی هست میتونین با کاتر یا با سوهان دستی، اگر کاتر نداشتین با سوهان دستی مقدار لازم رو کوتاه کنین و اون قدش رو بدید. حالا هر چقدر که میخواین. اینم با سوهان دستی. من خیلی کوتاه نمی کنم. یک کم سرشو بردم، صافش کردم به صورت، چون میخوام مربع باشه و دقیقاً سوهانم رو به صورت 90 درجه بگیرم. کناراش هم که اصلا هیچی نمیخواد، کامل فیکس و عالیه. حالا روی کارم رو یک بافر نرم، دوباره یک بافر میکشم. خط و خش میزنم، شاین آف میکنم. ببینید این کار باعث میشه که لاک ژلتون احتمال پریدنش و جدا شدنش از صف ژلیکس کمتر بشه. حالا شاید بدون بافر کشیدن هم این مشکل پیش نیاد، اما این بافر رو میکشم که احتمال رو به صفر برسونیم. خب دوباره یه پد کلینزر. کارمون تمیز شد. الان آماده لاک ژل زدنه. حالا هر رنگی که شما دوست داشته باشین رو میتونین روش بزنید. من همین لاک ژلی که رو بقیه ناخن‌هام هست رو انتخاب میکنم. ببینید لایه اول رو میخوایم خیلی نازک بزنیم. یک طرفش کامل مواد رو میگیریم، طرف دیگر رو هم نصفه میگیریم، اینجوری خیلی کم و میایم از قسمت وسط میذاریم، میدم بالا، نرسیده به پروگزیما، نرسیده به کوتیکل، میارمش پایین. باز از قسمت دیگه هم همینطور پره هاشو باز میکنم. یه لایه خیلی نازک میزنم، خشکش میکنم. اگر از دستگاه یووی استفاده میکنین 30 ثانیه یا تا 60 ثانیه، اگر با این LED هاست 10 تا 15 ثانیه بسشه. خشکش میکنم و دوباره لایه بعدی رو ضخیم‌تر برمیدارم، نه اونقدر ضخیم که شوربه کنه. دوباره میذارم و بیارم این ور که شما ببینید کامل میرم توی قسمت ریشه که اینجا ساید بالمو میکشم، کامل این دور و بر رو پوشش میدم. سمت دیگر رو هم همینطور. ببینید چقدر خوشگل شد، بلیکش رو ببینید تو نور. اگر دوست داشتین ریشه هاتون هم کامل گرفته بشه، من به نظرم این کافیش باشه. میتونین با یه قلم طراحی ریشه هاتون هم پر کنید. قلممو خیلی کم به همین ژل ها میزنم. از همینجا شروع میکنم. اینجا رو پر کردم بدون اینکه به ریشه بخورم. کامل همه جا رو پوشش میدم. من مواد اضافی بر نمیدارم چون باعث میشه که شوره کنه. همون مواد رو
فقط دارم هدایتشون میکنم. کاملا خوش شد. تاب ماتم رو میارم. بچه‌ها تاب مات باعث میشه که کارتون فیکس بشه، یعنی حتما بعد از اینکه لاک ژل زدین، کاش انجام دادین، باید تاب مات استفاده کنید. اگر استفاده نکنید کارتون کثیف میشه، کارتون لیف میده، کارتون کدر میشه و اینا همه باعثشون استفاده نکردن از تاب ماته. من تاب ماتم رو میارم قشنگ از تو قسمت ریشه میارمش پایین، باز این طرف، باز این طرف. برای اینکه تاب ماتم خوشگل و یک دست باشه، یه بلیک خوب داشته باشم، دستم رو 5 ثانیه برمیگردونم، صبر میکنم، میارم. الان ببینید بلیک رو ببینید، هیچ ناهمواری نداره، میبینید؟ اگر داشت دوباره برمیگردونید و نگاه میکنید، میبینید؟ خیلی خوب و خوشگل شده. خشکش میکنم. خب اگر زیر کارتون یا لبه هاتون نیاز به تمیز کردن داشت، آخر سر یه ذره سوهان میکشید، این کار خیلی تمیز میشه. یه کوچولو هم میتونید با همون سر سوهان کارجیتون زیر کارتون رو، اگر که کثیفی داشت یا ناهمواری داشت، بکشین و تمیز کنین. من یه ذره این لبش لبه رو کشیدم که اینقدر تمیز و خوشگل بشه. ببینید خدایی بلیک کار رو ببینید. ببین پد و کلینزرم هنوز نکشیدم، تو نور ببین چجوریه، چقدر خوشگل شده. امیدوارم موفق باشید. سابسکرایب یادتون نره. من شهلا هستم و دوست دارتون.